سلام بچه‌ها، چطوری؟ من اسکوبر هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. آقا توی این ویدیو قراره که بریم با هم به آپدیت جدیدی که منتشر شد یه ریاکتی بریم. دوستان ما قبلا ویدیوهای آپدیت رو تو شورت ویدیو دیدیم، ویدیوهای بلند مدت دیدیم و اینا، ولی الان امروز قراره که بریم خودمون با دستای خودمون، با چشای خودمون، با اکانت خودمون، با موبایل خودمون این آپدیت رو ببینیم. دوستان خیلی حرف نمیزنم، قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، کانال رو سابسکرایب کنید و آیدی اینستاگرام این بالا میاد. اگه دوست داشتید برید فالو کنید. عشق منی بی معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. دوستان من قبل از اینکه این ویدیو رو ببینم من 2-3 تا ویدیو دیدم از ویدیو مستر وان شده اینا. خب بعدش اومدم این ویدیو رو بسازم. خب من میخواستم اول این ویدیو رو بسازم، ساعت 8-9 صبح بود که واقعا نتم خیلی ضعیف بود، اصلا بازی دانلود نمیشد. 1 ساعت من منتظر بودم که این بازی دانلود بشه، بعدش 20% پر شده بود کلا. ولی امروز اومدیم، منظور امروز نه، الان اومدیم ویدیوشو بگیریم. دوستان ببینید خیلی تغییر نکرده به نظر من. خب الان اول میریم از پروفایل شروع میکنیم بچه‌ها. حیاتش اینه که تو پروفایل اومده بچه‌ها، اینجا رو میتونی مثلا این بیار رنکت، مثلا ریتشو، تی دی آرشو، یا مثلا کیل هاشو، الیمینیشن کیل هاشو، یا مثلا هدشات ریتشو، دمیجا رو بیاری اینور، یا مثلا میتونی ستا رو بیاری، یا مثلا میتونی گانا رو بیاری. اینا هم مثل اونا. بعدش اینم بویاپزه بچه‌ها. من چون دو تا بویاپز بازی کردم واقعا دیگه نمیتونم همه بویاپزایی که بودن رو ببینم. دوستان اگه برید اکانت خودتون، اگه با اکانت خودتون با الایت پزم بازی کردی، اینجا 3 نقطه میاره، اگه بزنید میتونید ببینید که بچه‌ها اونا رو هم آورده. یه ایده خیلی خفنه به نظر من. گارن خوب کرده. اینجا دیگه هیچ تغییر نداریم بجز هیچ تغییر نداریم بجز اینجا. اینجا یه دونه گالری تیتل اومده که این دیسی که هایسته، نمیدونم اینا چه، نمیدونم اینم تایتله که اینا بود، این از قبل بود ولی این تازه اومدم. این از پروفایلش دوستان. مثلا الان من گفتم که الایت پس ها رو هم میاره، اینه بچه ببینید الایت پس ها رو هم میاره. خدا وکیلی خیلی خوبه، مثلا واقعا عالیه، خیلی عالیه. اینم که واقعا خود مستر نیست، یه دونه مثل مستره. دوستان این از ویدیو. خب بویاپز تغییر نکرده، هیچ تغییر نکرده به جز لوک رویال. دوستان عزیز لوک رویال یه دونه این اومده که خیلی خفنه دوستان. این وقتی مثلا از تو بتل رویال از هواپیما میفتی، از اون هواپیما میفتی پایین، خیلی خفنه. که اینم یه بیلی بلک بات هستش، بات. حالا از این دیگه غمه نیستش، داست نیستش، این یکی اون چوبه. اینم که به نظر من خیلی خوب نیست ولی باز یه چیز جالب و جدید آورده. بعدش هیچی حتی تو ایونت ها هم هیچی تغییر نکرده بجز اینجا یه چیزی اومده. اینجا اینا لولیه، اینو بزنی اگه یخ بزنیم این صفحه جلوت میاره که نمیذاره دمیج بخوری یا طرف از پشت بزنی، که فکر کنم 2-3 ثانیه میره. وایسا خب بعد از 20 ثانیه میره، بعد از 20 ثانیه فکر کنم خود داونی، بله بعد از 20 ثانیه میره. اینم که بچه‌ها این 30-40 متری نزدیکت باشه نشون میده که مثلا اینو ببینید، اگه اینجا دقت کنید یه چیز آبی اومده روش، انمی نشون میده که انمی کجا هستش، که واقعا یه آپشن خیلی خوب هستش. اینم که بچه‌ها وقتی اسکین یخو میشکنی بهش، طرف مثلا ناک شده یا داره دمیجش کمه، بهش دمیج میده. دوستان میدونم حالا چند تا دمیج میده، باید بریم اینا عملی انجام بدیم که واقعا الان وقت نمیشه. دوستان بعدش اینجا یه چیز جدید آورده، یه جای جدید که میبینید بچه‌ها. این کارت ها رو بهتون میده که کارت اول رو من گرفتم. اینجا یه اسکین قمه میده که خیلی مولایه داداش، خیلی خوبه این اسکین قمه که اسمش پارانگه دیگه. دوستان واقعا خیلی خوبه، دمش گرم که یه چیز خیلی عالی اون آورده. بعدش اینا رو میتونید از اینجا اسپین بزنید بگیرید بچه‌ها، میتونید بازی کنید. بعدش بچه‌ها این آپشناش و کاراکتر جدید. بچه‌ها من این کاراکتر جدید رو تست کردم، اصلا اسکین کاتاناش همون که تو ویدیوها نشون میداد نمیشه. دوستان تست کردیم ولی نمیشه. خب واقعا کاراکترش خیلی تخماتیکه، نمیدونم چی بگم، واقعا خیلی بده. و بچه‌ها بریم یه ترنینگ تست کنیم. میگن ایکسمیت ضعیف شده، بعدش ببخشید ایکسمیت ضعیف شده، میگن تراگون قوی شده، دبل ویکتور قوی شده. خیلی از قان ضعیفا قوی شدن که واقعا من میخوام الان یه چند تاشون رو تست کنم. همین ایکسمیت و تراگون. اول تراگون بگیر داداش، خیلی بده این.
بعدش یه XM8 بگیر که اینجا ببینید دمیجش کم شده. خب ضعیف نشده دمیج. خب این چی شده؟ میگم مگزینش کم شده، میگم ویکتور قوی شده. خب میگم قوی شده ولی کم زوده. اینم ریلود اسپیدش قوی شده، یعنی خیلی زود ریلود میکنه. خب ببینید بچه‌ها خیلی خوبه، فقط دمیجش درسته 35 میخورد، 200 میخورد، 200 نه 190 به 170 187. اگه اسکین داشته باشی بچه‌ها 190 میخوره 192، ولی اگه اسکین نداشته باشی همینجور 180 میخوره که یکم ضعیف شده 170. خب ببینید این هم تراگونشه. این ریتش خیلی رفته بالا، خدایی خیلی ریتش رفته بالا. از این به بعد دیگه قرار سرویس بشیم. میگفتم گان جدید میاد. خب ببینیم شاتگان گان جدید اومده. بابا این چرا اینجوری میشه؟ و هیچ گان جدید مشاهده نمیشه. برای بچه بریم ویکتور رو بگیم. دبل ویکتور کجاست؟ دبل ویکتور دبل ویکتور دیگه. دوستان بریم ببینیم چی شده. وای خیلی ریتش رفته بالا واقعا. ریلود اسپیشن 2 ثانیه طول نمیشه اصلا. 1 ثانیه 600 ثانیه طول نمیکشه. خیلی ریلودش رفته بالا. نه اینو هستم، ولی دیگه بچه از این به بعد قراره تو بتل رنگ و سیاس رنگ دهنمون طرف تراگان برمیداره. ریتش هم بالاست. تاخ میزنه دهنمون سرویس میکنه. داداش الان وقت پیام دادم بود داداشان. خب بچه ها اینم از این گفته بودن کم میشه. و بچه ها یه چیز جالبی، یا آپشن جالبی هم تو ترینینگ اومده که اینه بچه ها میتونی از اینجا بری تو گروه ها. الان مثلا من میرم تو این گروه، الان رفتم تو این گروه واسه ببینم صدا میتونم باز کنم. الان صدا رو چجوری باز کنیم؟ صدا رو چجوری؟ خب الان من تو گروه هم، الان تو این گروه هم که میتونم بکم بدم. واقعا خیلی خوبه بدم. و این بچه ها تو فقط تو ترینینگ میشه. ببین بچه ها یک سی اس رنکت هم داشته باشیم. سی اس رنکت چی حاجی؟ کلش اسکوات. دوستان لابیش فکر کنم تغییر نکرده باشه، ولی بریم اول کلش اسکوات. بچه‌ها لابیش هم خیلی خوشگل شده. میبینید لابی بازیش، لابی بتل رویال. نه خب اینم بچه سی اس رنکت اول فکتوری میندازه. با چرا حاجی چرا فکتوری ننداخت؟ حالا اینو ولش کن، نمیخواد. بریم خودمون میافتیم فکتوری. بیا بتل رویال کوشه. بتل رویال داداش نت تو رو خدا یاری کن. بریم بتل. دوستان میبینید الان لابیش خیلی جذاب نشده. این چی بود؟ آرمور چیه داداش؟ بتل رویالش همون اصلا تغییر یکم زشت شده به نظر من. خب گورنا جان لطفاً داداش عزیز ما لابی های قدیم رو میخوایم. فکتوری کجاست؟ فکتوری وای مپ شبیه پاپجیه. یه ذره شبیه پاپجی، یه ذره شبیه فری فایر سال 2019 2018. فکتوری ببین کجاست؟ یخبازی دیگه خودش نشون میده داداش. اینجا یخ افتاده، اینجا گود، اینجا یخ بندونه، اصل یخ بندونه. و بچه‌ها خیلی خوشگله بچه‌ها. فکتوری خیلی خوشگل شده. دوستان عزیزا همکنون فکتوری آهو، فکتوری یخ زده. میگم دیگه این مپ واسه مپ فری فایر یخ زده است، واسه فری فایر واقعی نیست، واسه فری فایر خودمون نیست. این واسه فری فایر یخ زده است. فری فایر قدیم خیلی بهتر از اینه. دوستان بیایم با هم اعتراض کنیم فری فایر قدیمی بیاره به جای اینکه فری فایر جدید. خب بچه‌ها خیلی آپشن خوبیه. آپشن چیه داداش؟ این آپشن نیست، این تغییره. تغییر خیلی. این ذوب میشه بچه، ذوب بشه بریم پایین. اون گیرمیزی چیه اونجا پایین؟ گیرمیزی پشمو چقدر خوبه. اینجا بخوای. نه داداش بیا بزنیمت. سلام آمو. 1 کیل واسه اولی داشت. 110 تا دمیج خوردی. چجوری مردی تو؟ اسکین یخ و دانلود ندارم. خب دوستان عزیز الان میپریم پایین. یا ابوالفضل ریدیم. بریم بالا. خدا از اینجا بریم بالا. از اینجا برو بالا. خیلی نه تک من برم بالا. دوستان بتره کنیم.
خب دوستان اینم از این ویدیو. بریم تو لابی. بریم لابی. خب دوستان عزیز اینم از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو لذت کامل برده بوده باشید. نه کاراکتری اومده حالا استورمون، بریم استور یه چک کنیم. دوستان هیچ چیز جالبی نیاورده. این چیه؟ این دخترونه است؟ نه حاجی این پسرونه است. اینو یه بار آورده دیگه، دیوس سگ. نه این نیومده تا حالا. این چیه؟ خدا وکیلی داداش حتی من میرم. آجی دنس نگاه کن. این انجی آوردی داداش، ولی این موتورش که باز خیلی بده. هیچ تغییر نکرده بچه ها، ببینید هموناست. نه اینم بود. هیچ چیزی تغییر نکرده. کارنا سرویسمون کردی. فقط یه دونه این چی میگن، این اسکیت ها دوتا جدید اومده. بچه ها همه میگن یه بوکسی میاد اسکین رایگان میره. خب ما هم خیلی بهش اعتماد داریم. خب داداش اینا چیه بابا؟ 100 تومن میرم خدا وکیل. حاجی اینا چیه داداش؟ اینا چیه؟ این واقعا خیلی خوبن. من رواتارا رو نگاه. خیسی میسی آورده داداش. بچه ها اینا واقعا این قدیمیه فکر کنم. این جدیده، این گارنا جدید آورده. اینا نمیدونم چیه، اینا نمیدونم قدیمیه. این ولی قدیمیه. میوزیک آورده داداش. میوزیکو بده به پدر خودت، به مادر خودت. ما میوزیک سال 2018 هم میخوام. واقعا یه حس خیلی جالبی داره. بعدش اسکین چی داداش؟ اسکین دیگه. آره بابا من قاطی کردم. بعدش دیگه بچه ها میبینی هیچی نیاورده گارنای پدر سرویس. و یه دونه کارکلی داره اینجا ویدیماش. فقط این ست خیلی مامامی و ماماسیتا رو آورده داداش. اینجا هم که هیچی تغییر نکرده. اینا بودن دوستان. این هم از این ویدیو برای دوستان عزیز. واقعا بچه ها من به آپدیت جدید فری فایر از 10 کلا 5 میدم. چون دوستان اصلا تغییرات خوبی نبودش. حالا این نظر تا حالا فعلیه، یعنی محدوده، شاید بره این نظر من. چون بچه ها میگن که یه هفته دیگه، 5 روز دیگه، 3 روز دیگه، 2 روز، حالا هر وقت تو این آپدیت کارنا یه باکسی میاره که توش 50 جمه یا مثلا گیفت بتل رویال میاره که واقعا این بیاره فری فایر 100 از 10. آپدیت جدید فری فایر 100 از 10. ولی تا حالا که هیچی نیومده، فقط ایناست. فکر کنم کارنا هیچ چیزی به ذهنش نمیرسه، هیچ ایده‌ای داره قشنگ میرینه تو فری فایر. بعدش دیگه بچه ها واقعا لابیش خوشگل شده. لابی بتل رویالش فرق نکرده. این لابیش که ما هستیم خیلی خوشگل شده دوستان عزیز. بعدش فکتوری خیلی خوشگل شده، فکتوری یخ زده. مپش باز خیلی خوشگل شده. کاراکتر رو ریده. به جای اینکه این کاراکتر بیاری داداش گارنا، این ویدیو رو اگه میبینی، به جای اینکه این کاراکتر بیاری، برو این کاراکتر اسکایلر و رونالدو رو درست کن. ما نیاز داریم. برو این سونیا رو حذف کن. دهنمون سرویس شد به خدا. آره دیگه سونیا دیمیتریو برمی‌داره تو بتل رویال سرویس میکنه آدمو. آره دیگه بچه همین دیگه. و این پروفایلش هم بگی نگی اونم خوشگل شده که کلا جمعش به این میدن 5 از 10. خب حالا نظرم شاید تغییر کنه بعد اینکه اون جما بیاد که انشالله میاد. دوستان اینم از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو لذت کامل برده باشید. عشق منید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.